کسی که ولایت دایکندی را ندیده است آن را در این تصاویر دیده می تواند. امان الله هزار قطعه عکس از مناطق مختلف این ولایت برداشته است و از آن جمله 60 قطعه آن را در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته بود. عکسایی که اینجا در نمایش گذاشتیم مجموعه عکسایی است که به تعداد 60 تا عکس است که 60 در 90 چاپ شده از قلعه تاریخی دایکندی گرفته مناظر طبیعی، مستند اجتماعی و راه مکتب که معارف میشه. بیشتر تمرکز ما روی معارف دایکندی بودند که متاسفانه که در دایکندی یک ولایت امن و آرام است ولی فضای وجود نداره برای ادامه تحصیل، یعنی فضا به این معنا که یعنی مکاتب اکثرشان تعمیر ندارند و اطفال ملبس به یونیفرم مکتب وجود نیست و راههای موصلاتی نیست که مثلا یک متعلم از خانه به مکتب بروند و راههای را بسیار به مدت 2 ساعت 3 ساعت طی میکنه تا مکتب برسن. شرکت کنندگان این نمایشگاه به رادیو آزادی گفتند که دایکندی را در این تصاویر دیده و با فرهنگ آن آشنا شدند. فرهنگ دایکندی ما تا امروز یک تصور بسیار کلی داشتیم، یک جایی که شاید کلش خاک است، فقط یک مقدار درخت و کوه، بس خلاص. مگم امروز دیدم که از شاگردای مکاتب عکس گرفته شده، از دخترای نوجوان، از لباسهای محلی که واقعا به زیباترین شکل ممکن ای در قالب لنز گنجیده و امروز برای ما و امثال من نمایش داده شده. 100% این نمایشگاه کنجکاوی مرا تحریک کرده که بتونم عکس‌های زیادتر و بعد از این نمایشگاه‌های بیشتر و اگر مقدور باشه که احتمالاً یک سفر انشالله به دایکندی. عکس‌های از ولایت دایکندی گرفته است و عکس‌ها دیدم خیلی خوشم آمد و عکس‌هاش خیلی عالی است و به من این حس داد که کاش یک روز من بتونم اگر فرصت مهیا شود بتونم از ولایت دایکندی یک دیدار کنیم، برویم عکس بگیریم. این نمایشگاه در باغ بابر شهر کابل برگزار شده بود که به گفته مسئولین اکثر تصاویر را در بخش‌های معارف به نمایش گذاشته شده بود.